شمتو نسوز که شب دراز است هنوز. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای صبح تو ندم که وقت ناز است هنوز. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. پروین تو برا بجای خود ساکت باش. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ناله دیگه مردی برس، ناله دیگه نصف اینجی میرزن نصف اونجی میرزن نصف. بابا همین روز اول بابا تو همین چوکت نستونه لولگا که بستونه سرپا درست سالم خیلی مرتب باشه. یک سر پیوند بدی و پیوند بدی اونا رو خراب کو آخر همین چی بی چی. یارت دل ما گیلک ها چه کار میکنی اینجا؟ همین نمیبینی این لولر تیار میکنم این هوا نصف ببرخته نصف میبر. آسیسه که چی میگم؟ بگیر اگر نمینجی همین شیر تیار دنگ پومپ میزنه نصف ولی بوم میفته که نصف هم تا تانکر میره هم هوا اصراف بشه. همه تو میکن من شیری کردم بیا من یک دیگه بیا برو بابا که پاچک بستو. پاچک؟ پاچک چی؟ رنگ گل. آها گردن خواهی میده خوش دارم بیتی بخیر برو بخیر اون تیار که با برو زودی بیایی خوبه؟ خب تو با چاش وزو خلو کلوانگ نکنی. نه بارا بیا زودی بیا. تو زلفانت بود تار رو بابم های رو بابه ایت با کم هسته. چی میخوایم از این حال خرابم جان های رو بابه جان دل کبابه حال من خرابه چه کار کنم ربابه حال من خرابه.
برو موزیک پناه کسی کلا بشین. نه این پاچک چایت پوست کرده این پوست نکرده های چو دندونا رو میبینی این بخورده صد ایر بخورده اینجا دندون های سیکو با اینجی سیکو آنه این سیکو بابا چه کاره؟ بابا یک سوال شما میکنم ببخشید که سوال میکنم خب خدا بخشید چه؟ سن شما چند ساله؟ تقریبا 50 سال 50 سال شما به مدت 50 سال خب به مدت 50 سال خب آیا گیلک برات سوداره کردین چیز سالم پس به سرا بیاورده گفته که پاچک بستن تمام اون پاچک همیتا خم چوریده تا هم سرا بیامده همه رو بود چوریده هانه اشته چوریده بره نگاه کنه اما میره نگاه کن سگو اشته چوریده این پاچک خمم چوریده میشه به 50 سال شما از این خیر ندیدین با حال خیر میبینین اینه این دیونه شده بوده این چی رقم انسانی بوده گیلا بیا بیشی میگو بله بابا یعنی تو یک جا ری کنم مال سالم بسر میاری ها؟ بله تو چرا این ریته کردی؟ چیکار کردم؟ این چیکار کردی؟ چه ریته شده ای؟ این همی تا مرتکه گفت اگه پوست کرده یعنی کل مثل که مرغان زده بیدار انا این چیز کردم خب تو که بگیره که اشته چوریدی؟ مرغیم که تو بگیره اشتا بگیرم بگیر دیگه خب بگیر بچور دیگه کی چوریدم بابا آخه اینا هم جا دندونا خورده ببینی همین اشته چوریدی اینجا دندونا مرغه بابا بگیر بچور دیگه که دیگه اشتباهی نکنی دیگه اشتباهی نکنی دیگه اشتباهی نکنی دیگه برو دیگه الان به دل آبون که یک چیز جز صرفاتش بیاری به دست میبینی اینه چی رقم فهم دندون یک پلکی بوده تو سکوه برو داره چی رقم بو چیریده ایشته بخوردی تو ایشته نمیگم پوست سخت بچوریدی بجویدی بخوردی تو خیلی کار که نکشته
نه چوب کن بگو دلچینی گردم نمیتونم پاچک بابا یک مشتی بس شونه بزن که بخواد بزن محکم پاچک بچونی خب پاچک خب مزه میده چه کار کنم پستی و مزه میده بچینی خب بابا افتمه تشون آبا بافکن کیف کردم ایچی نگه که گیلک باله با ما خوبه ایچی نگه اگه صدا کنم خوبه آلا جو بوده جو آخی جو Ayo, ala ju. Ayo, عباس در گرفتن نمیخوری هم پاچکار عجبونایه کسی که با خود خونه هر چی که گیری بیاد بخوره چی بعدش دار نمیشوری میخوری مثل سیب آخه سخت بود هم تو چرا پاچک هم تا خون بگیم تو بود چی برو به دکتر ببره سر بابا جخ کنا اهلا جو آخی جو چه بگو چه کاره گیلک بابا تو دست نده چه کار شده دل تو درد میکنه بگو اصلا بیدی که پاچک خومه که پاچک گمه بچوره آخه مدا که گوشبند قربینی میکشی بیا لندی میکنی کمیدم رو پستر میخورم پستنبر گفتم نفتم پاچک گمه تو بچوره به چی میبرید بابا عباس برون به چند سر گردی کردن سچن خوبردار بیاره برو کجا میبری من؟ به دکتر میبرم کجا میبرم؟ دکتر ببری من لگه کی برو همه سچن خود چی قصد دین صدا کو که بیاره بده وقت که بری دل من دست کشی بابا خیلی محکم نه ریخ نکن سب کن سب کن سب کن پس وقت که بری بابا اشتباه رو بتویشی باشه من دست کو گردن می بله بخی یالا به کجا برو؟ به دکتر میبرم خب باشه سه چرکه میاره دیگه تمام بدرش از سر خودم میاد حرکت والا صبر کن کمان رو بشت کمان رو بشت والا که خود چه کار میکنی؟ والا که خود بابا جو بری بابا بری بابا ساعت بگو چون تو یک چیزی بس بکش
بابا جون بابا کاش که عباس رای میکنه میره ابو امبور پلاس گپ میزن. چی؟ امبور پلاسه. امبور پلاس چری؟ همینا که بگه توتی. امبلاس. چی؟ امبلاس میگی؟ امبلاس. همین موتور شفاخانه میگی؟ شفاخانه. نمایم که چه دمه گپ میزنی برو. بابا جون نماده میای. قیدنا که دل مربط تلغونی. ایده پیچ میده بابا. تو بری قدم آسته قدم. آسته. بابا اشتها پست نمیکن. میای. بری. بیا. دیگه تو بشی پاچکار میچیره. پاچکار خومه. تو از فکر نمیکنی. بیا. وای چرا کنه وایسا چرخ نمیاره من میگم البته برای کاسرا بیاره نمیه ولی من 2 ساعت معطلم. یک ساعت همین جلاف شدم. بله سلام. میگم برو. بله. نمی کرایه چرخه. کرایه چند؟ بله گیلک کنار آوردین؟ بله ببردم به شفاخونه پس بیاوردم. کرایه ندادم. نکی میداد وردش هم ببردم به سرات که کسی یاد مرد نکن. چند نمیشه؟ 150 روپیه. باب بیلا 150 روپیه. همین تبورارم تو میگی باب بیلا فقط میگی من 1,500 به تو گفتم. تو شفاخونه و یک سیرم دست نتی که پس بیاد 150. یک سیرم برارم یک ساعت دید من به دم شفاخونه ایستاده بودم که تو بیاوردم از شفاخونه پس برداشتم بیاوردم. از امید اما 10 دفعه دیگه میرفتم سوئدی به خونه بودم. خیلی آدم ظالمی. ظالم نیم برار جو گناه خود منه که منجا 2 ساعت ایستاد بودم. باشه میارم. زودتر برار که من معطلم. خدمت هم کسی میکنی میگه تو ظالم بودی. بابا 2 ساعت آدم شفاخونه چند دفعه کار میکردم. چنده؟ 100 روپیه تا نو. برادرمه من 150 روپیه خودم بوتونه پیارتونه مو ماما استفاده گپ زدم 150 روپیه حساب می سدی رام بده برین بگو 150 دیگه نداری. برادر شما لبس کرده خودی من 150 روپیه آخه تو شفاخونه بودیم بیاد 150. برادر تو به چی نادونه بزی که تو چی میفهمی خودی رو گپ زدم برو 150 روپیه مر بیار. خب همینجا بس که نه پس میارم. پس میارم. مردم گپ هم میزنم سر گپ خب ما فقط میگی اینجا من مزدور از اینایم. خیرات کو به من نمیدی کاکو حق من میدی. عجب آدمیه. آره 120 روپیه. یاد برار جا شما گوشنتر دیگه به دنیا پیدا نمیشه. آدم ظالم میبری. ظالم نبودم. پیار تو گوشنیه که پولا حق من نمیده. تو آدم ظالم تو شفاخونه و پس بیاد 150 به پول بده.